وصیت 16 دعای بعد نماز. از معاذ پسر مالیک رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دستم گرفت و گفت: ای معاذ، سوگند به خدا، در حقیقت من تو را دوست می دارم. ای معاذ، تو را وصیت می نمایم که بعد هر نماز این دعا را هرگز ترک نکن: پروردگارا، مرا برای ذکر و شکر و نیک عبادت نمودن کمک نما. روایت ابو داود و نسائی.